در همون لحظه زمین مدین لرزید و صخره‌ها از کوه‌ها جدا شدند. صاعقه‌ها در آسمان روشن شدند و همه چیز در هم کوبیده شد. شهر مدین نابود شد. وقتی خورشید طلوع کرد، مدین دیگه شهر زنده‌ای نبود. از بازارها و خانه‌هاش چیزی جز خاک و دود باقی نمونده بود. شعیب از کوه پایین اومد. اون میدونست که مأموریتش به پایان رسیده و قومی که بارها هشدار شنیده بودن نابود شدن. و هنگامی که فرمان عذاب ما رسید، شعیب و کسانی که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از خودمان نجات دادیم و اهل ظلم و ستم را صیحه‌ای فرا گرفت و آنها در خانه‌هایشان بر جای مردند. چنان که گویی هیچگاه در آن دیار نبودند. از پیامبر اسلام نقل شده که حضرت شعیب به عشق خداوند انقدر گریه کرد تا نابینا شد و خداوند اون رو بینا کرد. تا 4 بار این اتفاق تکرار شد و مجدد خدا شعیب رو بینا کرد. شعیب به خداوند گفت خدایا تو میدونی من نه از ترس آتش و نه به خاطر اشتیاق به بهشت گریه میکنم، بلکه عشق تو در قلب من گره خورده و صبر و قرار ندارم تا تو رو ببینم. خداوند گفت اکنون که چنین حالتی داری، به زودی کلیم و همسخن خودم موسی رو خدمتگزار تو میکنم.